با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 13 ایول. آشوب صدها مهاجر تاجیک و ازبک در تیرزه ها را خراب کرد. صبح امروز در کارخانه کارکردی گاز ولایت امور چه گذشت؟ از آثارخانه به مسجد ترکیه صرف نظر از اعتراضهای بین‌المللی مجتمع تاریخی آیا صفیه را برای بار دیگر به مسجد تبدیل داد. من همان هیجانی را از سر می‌گذرانم که احتمال مسلمانان در سال 1453 اثنای باز شدن درهای مسجد آیا صافیه داشتند. و درباره آن میگوییم که چگونه قرض بانک 19 عضو یک عائله را در دوشنبه به خانه در کرده است. نمایندگان بانک گفت که این یگان خش و تبارت می شناسد می نگو من همین خیلی یاری میرسانم گفت که که یافتن میتین. اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. حکومت تاجیکستان ثبت رقم ایمه همگونه تلفن های موبیلی، پلنشت و نوتبوک ها در کشور را از ماه اوگوست شروع میکند. مسئولان خدمات علاقه امروز ضمن نشست خبری گفتند انتظار میرود 6 ماه اول ثبت نام دستگاه ها رایگان صورت بگیرد. مقامات هدف تصمیم را تامین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند. ولی بعضی آگاهان امور این اقدام را راه دیگری نظارت ساکنان داد میکنند. سربیناز روحولو و امردین اولیموف میگویند در نشست خبری خدمات علاقه امروز موضوع محوری بحث مربوط به اینترنت بود. تاجیکستان میان کشورهای جهان از لحاظ سرعت اینترنت در مقام پایین‌ترین قرار دارد. تنها در افغانستان صفت اینترنت از تاجیکستان پست‌تر بوده است. صفت پست و نرخ گران اینترنت در دوره پاندمی کرونا ویروس چند مشکل دیگر را به بار آورد. تجربه تحصیلی فاصله‌ای در کشور استفاده نشد و خوانندگان و دانشجویان مدتی دراز به تعطیل فرستاده شدند. در نشست خبری خدمات علاقه تاجیکستان که تنظیم کننده شرکت‌های اینترنت رسان است، خبرنگاران هم بیشتر سری همین موضوعها بحث کردند. چون همیشه به سوال‌های خبرنگاران الهام جان عطایف معاون بیگ صبور پاسخ گفت. پاسخ‌هایی که خبرنگاران را قانع نکردند. برای مثال پست بودنی سرعت اینترنت در تاجیکستان را موقع جغرافی کشور گفت. با اون سطحی که شما میگید سرعت اینترنت در تاجیکستان پست است. اینجا چند تا عامل است. این از همه پیش جایگیری موقع گیوگرافی جمهوری وابستگی دارد. درباره گرانی نرخ اینترنت اصلا پاسخ نداد. با نرخ نو زیاد کردن نرخ نو خدماتی علاقه هم ارتباطی ندارد. این در حالی است که این نهاد مسئول تنظیم کننده بخش علاقه در کشور است و مشتریان هم میگویند باید ارزش پکیت های اینترنتی را هم آنها نظارت کنند. خدمات تنظیم کننده ساحه علاقه موبیلی و علاقه تلفن به شرکت ها امتیاز نداد. از همین خاطر این شرکت ها هم نتوانستند که مثلا مردم را با اینترنت ارزانتر تامین کنند. اینترنت در سالهای اخیر منبع درآمد و پیشبرد تجارت دهها ساکن تاجیکستان شده است. بر اساس آمار رسمی در کشور بیشتر از 3 میلیون مشتری از اینترنت استفاده می‌کنند. گرانی نرخ اینترنت باعث شده است که بارها سازمان‌های بین‌المللی هم از تاجیکستان خواستار پایین بردن ارزش آن شدند. صبح روز 13 ایول صدها مهاجر کاری توجیک و ازبک در محل ساختمان کارخانه کارکردی گاز در ولایت امور آشوب برداشتند. مهاجران آشفته به محل ساختمان آمدن نخست یک ماشین را چپه کردند و بعداً آشخانه و چند بناهای موقت معموری و جهاز خوابگاه را تگرو نمودند. همکارم عبدالله اشورов به تحقیق اعتراض مهاجران مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و بگو که مهاجران از چه ناراحت و ناراضی شدند که آشوب برداشتند؟ سلام شهلا. طور چندی از مهاجرانی که در این ساختمان در روسیه کار میکنند میگویند سبب سر زدن آشوب کم پرداخت شدن معاش بوده است. مهاجران وابسته به کار و تخصص در این ساختمان ماهی از 40 تا 50 هزار روبل روسی معاش میگرفتند، ولی کاردهنده ماهی گذشته به آنها 18 هزار روبل معاش داده است که باعث اعتراض مهاجران شده است. اما به قول شرکت کاردهنده رنسانس
هیوی اینداستریز مهاجران ماه ایون تقریبا از 15 تا 20 روز کار نکردند و در کرانتین نگاه داشته میشدند و از این رو معاش آنها پورا پرداخت نشد. گفته می شود که شرکت ترکی وقتی که نماز مهاجران دست جمعی در روز رمضان خوانده شد بسیاری ها به کرونا ویروس سرایت یافتند. شرکت کار ساختمان را تعطیل کرد. مهاجران ادعا دارند که با وجود آنکه که کار تعطیل و کرانتین جاری شده بود کاردهنده وعده داده بود معاش را پورا میدهد. تکیه مهاجران به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است که گفته بود نوابسته به کرانتین کاردهندگان باید معاش کارگران را پورا بدهند. عبدالله نتیجه این اعتراض چی شد؟ آیا چیزی در این رابطه معلوم است یا نه؟ شهلا تور در مأموریت شرکت رنسانس بر رادیو آزادی گفتند اعتراض مهاجران به خشونت همراه بود و برای آرام کردن آنها نیروهای پلیس دعوت شدند. در چند پارچه نواری که مهاجران از محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در نزدیکی شهر سوابودنوی فرستادند دیده می شود که مهاجران آشفته ماشین را نخست به محل ساختمان تیله داده آن را چپه کردند. داخل خوابگاه‌های موقتی را نیز تگارو کردند. میز و کرسی‌های آشخانه را به چهار سو هوا دادند. مأموران رنسانس گفتند به شرکت خسارات کلانی مالی وارد شد. با ادعای مهاجران شرکت به وعده‌اش وفا نکرد. به مدیران مهندسان معاش پورا داده شده است، به آنها نه. در ساختمان کارخانه کارکرد گاز که گفته می شود یکی از بزرگترین ها در جهان خواهد شد نزدیک به 15,000 نفر مهاجران از آسیای میانه اساساً تاجیکان و ازبکان کار میکردند. به گفته مهاجران تاجیک در چند شرکت پیمانکار در محل ساختمان حدود 4,000 مهاجران تاجیک کار میکنند. پس از این آشوب شاید آینده کاری آنها ناروشن ماند و احتمال دارد آنها از کار رانده شوند و یا کاملا شرطنامه با شرکت رنسانس قطع گردد و مهاجران البته بیکار میمانند. خب به هر حال وقت نشان خواهد داد. عبدالله سپاس برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پاپ روم فرانسیس اظهار نمود که از تغییر مقام عصرخانه آیا صوفیای شهر استانبول آزرده است. پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی در پیام روز یکشنبه گفت برایش علم آور است که با حکم دولتداران ترکیه این مجتمع به مسجد تبدیل می‌یابد. بس در باره مقام آیا صوفیا در خود ترکیه 15 سال اخیر ادامه داشت. رئیس جمهوری ترکیه در پی تبدیل کردن این عصرخانه تاریخی به مسجد بود. ولی رهبران کلیسای ارتدوکسی پیوسته گفتند که این عمارت آثار مشترک مسیحیان و مسلمانان است و باید عصرخانه بماند. اسکندر خوجا میرزاده با تفصیلات بیشتر. روز جمعه پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان قرار برآورد که موزه آیا صوفیا و یا حاجیه صوفیای شهر استانبول از نو مسجد شود. او گفت در این مسجد برای مسلمانان، نصرانیان و خارجیان باز خواهد بود. پیش بینی می شود که سر از 24 ایول در این مسجد طاعت و عبادت مسلمانان آغاز می یابد. فعالان از سال 2005 تلاش داشتند که مقام مسجد این بنای تاریخی برقرار شود. حزب حاکم عدالت و رشد پرزیدنت اردوغان هم طرفداری چنین تصمیم بود. این قرار را بسیاری از ساکنان ترکیه دستگیری می کنند و گفته آنها مسجد تجسمگر ماهیت ترکیه می باشد که اکثر اهالی آن مسلمان است. من همان هیجانی را از سر می‌گذرانم که احتمال مسلمانان در سال 1453 اثنای باز شدن درهای مسجد آیا صوفیا داشتند. این فروپاشی نوبتی امپریای ویزانتیه می باشد. این کشایش نوی مسجد می باشد که از طرف فاتح محمد باز شده است. این احیای اسلام و مسلمانان است. برهم دادن موزه و احیای مسجد باعث جنجال بزرگ بین المللی شد. یک عده کلیساهای ارتدوکس و یا پرواسلاوی مخالف این قرار هستند. به قول آنها آیا صوفیا در سال 537 میلادی همچون کلیسای ارتدوکسی نصرانی در شهر کنستانتینوپل آن زمان پایتخت امپریای ویزانتیه بنیاد شده طول 900 سال مکان طاعت و عبادت نصرانیان بوده است. سال 1453 امپریای عثمانی پایتخت ویزانتیه را به استانبول و کلیسای آیا صوفیا را به مسجد تبدیل داد.
در عصر 20 اولین پرزیدنت ترکیه دنیوی مصطفی کمال آتاتورک فرمان داد که مقام دینی بینا لغو گردیده آن به موزه تبدیل داده شود. این قرار سیاسی مسلمانان و نصرانی ها را که برای بینا تلاش داشتند آرام کرد. مسئله دیگر این است که آیا صوفیه در فهرست یادگاری های جهانی یونسکو مؤسسه معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد ثبت شده است و تغییر مقام آن میبایست با پشتیبانی این مؤسسه صورت میگرفت. ترکیه با پیام یونسکو در این باره جواب نداد. پرزیدنت اردوغان باشد هر گونه تنقید در مورد آیا صوفیه را کوشش دخالت به صاحب استقلالی ترکیه مینامد. برمیگردیم به تاجیکستان. چند سال اخیر موضوع قرضگیری از بانک‌ها با گروی منزل در جامعه تاجیکستان داغ شده. گویا قرضگیری بی‌مسئولیتانه در نهایت اعضای عائله‌ها را در کوچه قرار می‌دهد. به مثل یک خانواده در شهر دوشنبه که در گزارش نوبتی درباره آن قصه می‌شود. برای صوفی میگوید چند سال پیش این عائله به خاطر حفظ جای کار از بانک قرض گرفته به مشکلی از این بزرگتر پیچید. 19 عضوی یک خانواده ساکن ناحیه شامنصور شهر دوشنبه 4 روز اخیر خود را بیرون از منزل زیر هوای باز می‌گذرانند. بچه‌ام بیچاره من احوال بنا خالی احوال بچه‌ام من میگه شاخو میرن بالای زمین. ما زنکو همین خونه همسایه یک تا خانه چه دودگی حاضرش به خونه همسایه خواب میریم شب روزانه دمی کوچه. مشکلات این خانواده از سال 2014 شروع شده است. دخترشان مصوره شیرنظرова که در یک چیپتا فروشی هواپیما کار میکرد با مالک آن عزیز حمیدوف با رضایت حجت‌های منزل این خانواده را در اولین بانک مالیوی خرد به گرو گذاشته 150,000 سومانی قرض گرفتند. خودش قرض گیرنده حجت‌های من در نام من گرامون گذارم دادرش حمیدوف فرهاد کفالت دهنده گذارم دخترم همچه شاهد میگذارانم گفتم لیکن اینم کفالت دهنده گذاراندم انا بایم با 7 ماه 8 ماه اینو پولش داد موندگیش دادن نتونست. با علت نپرداختن قرض و فایزهایش سال 2018 بانک اولین مالیوی خرد در ماه اکتبر این خانواده را از منزلش بیرون کرد. همان لحظه در این حادثه بهادر شکوروف ساکن دیگر شهر دوشنبه پیدا شده با پرداخت پوره قرض این منزل را از گرو بانک رها کرد. همین وقتی که بهادر پول چیز کرد همین وقتی من میسپارم گفت بعد این نمایندگان بانک گفت که این یگان خش تبارت می شناسد می نگو من همین خیلی یاری میرسانم گفت که که یافتن میتین. تاکنون عزیز حمیدوف قرضگیرنده اصلی از بانک پول را به بهادر شکوروف برنگردانده است. تلاش‌های ما برای پیدا کردن او بی‌نتیجه بود. اما بهادر شکوروف در صحبت به آزادی گفت پول قرض بانک عزیز حمیدوف را تنها به خاطر آن به بانک سپرده بود که اعضای خانواده و شمول کودکان در زیر باران مانده بودند. وای پول بانک با میسپارد همین پولی که اینا قرض دار بودن بعد رحمش آمده 2 ماه با وایای میدرارد همین خانه با خیر تو خانه یافتنتونه مرحمت بعد 2 ماه رود اینا نه داشنام کرده پسر ما حقارت کرده برآورد های میکنن که ما اتو یک تیم نمیتیم و یگان تیم قرض نداریم و همه کیویتانس های بانک دستش با همه خانه همورز اینا خداشون دستخط میتین که ما راضی لیش به پول مایا تیو مایا گیر همه خانه من آخرش به 1 سال و 10 ماه شد نه میبراین نه وای میکنن. پس از این خود این خانواده بهادر شکوروف را به دادگاه میکشند که میخواهد ما را از خانه بیرون کند. دادگاه ناحیه شامنصور و دادگاه عالی پس از بررسی قضیه را به منفعت بهادر حل کرده و با سند خدمات اجرا در ناحیه شامنصور اعضای این خانواده با اشیای روزگارشان از منزل زیست بیرون کرده شده است. کاروان با سودا میکردم پولم من دوباره من سود بیام گفتم 2-3 برابر من هیچ وقت راضی نیستم که پول همون یکم دادگی وزناسی من تیان برای که همه خیلی مایا احمق کردن نبرآمدن ندادن پولم منم اکن طلب میکنم که 2-3 برابر زیاد کردن ابرات میکردم ویا سودا با من هر 1 سال با یک گردش میکردم وای پولم. حالا که اعضای خانواده به منزل زیست در کوچه ماندند اما با سبب‌های نامعلوم عزیز حمیدوف قرضگیرنده اصلی و نفری که اسناد منزلشان را به گرو گذاشته بود یگان دفعه به دادگاه نکشیدند. اما آنها میگویند از 150,000 سومانی قرض گرفته حمیدوف یگان تنگه به آنها نرسیده است.
بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشد. فراموش نکنید صبح فردا من همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.